در نتیجه یک صدمه وحشتناک در جنوب مکزیک کمش 54 نفر هلاک شدند. یک ماشین که نه کمتر از 100 مهاجر را می‌برد به گفته مقامات روز پنجشنبه در یک گردش خطرناک چپه شده است. در ویدیو از محل حادثه ماشین چپه شده در کناری راه و مهاجران مجروح زیادی را می‌بینید. زنی هم کودکش در بغل و سر و رو آلوده به خون نشسته است. ده‌ها مهاجرین مجروح را برای معالجه به شفاخانه‌های چیاپاس شهر در مرز گواتمالا بردند. خوشبختانه تمام نهادها مثل صلیب سرخ، آتش نشانها، نجات بخشان بسیار زود عمل کردند. ما امیدواریم کسانی که به شفاخانه های گامز، مازا، سان کریستوبال و دیگر شفاخانه ها بردند شفا می‌یابند. بعضی از آنها که سن و سال گوناگون داشتند گفتند که از گوندوراس هستند. این یکی از بدترین صدمه هایی است که به سر آن مهاجران می آید که جان خود را در خطر گذاشته می خواهند به امریکا برسند. بسیاری از آنهایی که اینجا کشته شدند از فقر و خشونت در امریکای مرکزی گریخته بودند. مکزیک حالا یکی از راههای اصلی رسیدن به مرز امریکا شده است. بسیاری از مهاجران به قاچاقبران پول میدهند که آنها را غیر قانونی و در ماشین های باربر و از راههای دراز و خطرناک به امریکا می رسانند.